رو می‌ریم با موضوع دیگر. مجرم کاری توجیک میگویند پول قرض بانک رو دادن نمیتوانند و از مقامات تاجیکستان طلب دارند که موقتا پرداخت پول قرض رو بازدارند. پس از خروج کرونا ویروس و جاری شدن رژه کرانتین در روسیه، مجرمان بیکار ماندند و درآمدشان را از دست دادند. همکارم عبدالله اشورов این موضوع رو پیگیری داشت و حالا با ما در استودیو است. عبدالله سلام و نخست بگو که چرا مهاجران در روسیه از بانک‌های تاجیکستان قرض گرفتند؟ سلام شهلا. اکثریت مهاجران برای خریدن چیپتا و تهیه سندهایشان در روسیه در روزهای اولی کارشان از بانک‌های تاجیکستان قرض میگیرند. از این رو هزاران نفر مهاجران در آغاز موسم مهاجرت قرض میگیرند و بعداً در هنگام کار در روسیه این قرض بانک ها را میپردازند. حالا که مهاجران در روسیه بنابر رژه کرانتین جای کار و درآمد خود را از دست دادند، از مقامات تاجیکستان تقاضا دارند پرداخت پول قرضی بانکی آنها را بدون جریمه و جزاهای علاوه‌ای به تأخیر گذارند. بسیاری مهاجران این مشکلی را دارند که پاکشن بانک دارند، اما پاکشن بانک خودشون یعنی پرداخت کردن نتونستیم. از شما احتراما خواهش میکنیم که یک مدت هم پاکشن بانک مردم قطع کرده شود. خب عبدالله، ارزی مهاجران فهمو است در روسیه و چندین کشور دیگر پس از خروج کرونا ویروس شرایط بازگردان قرض‌ها، پرداخت اندوز و دیگر مسائل وزین سبکی جاری کردند. آیا مقامات تاجیکستان در این باره چی نظر دارند؟ شهلا، تاجیکستان تا هنوز در مورد بازداشتن پرداخت قرض‌ها و یا یگان امتیازهای دیگر در این زمینه به شهروندانش اقدام نکرده است. رئیس بانک ملی تاجیکستان در پاسخ به سؤال خبرنگاران که آیا پرداخت قرض بانکی آنهایی که در شرایط مشکل قرار گرفتن موقتا بازداشته می شود یا نه چنین پاسخ داد. باز دیگه برآمدیم باز یعنی پیش‌نهاد میشود. دیگه می‌بریم. باز تحلیل کردن که چند فایده میشه. چی تاثیر میرسونه بانک درآمد بانک بدونید همه مبلغشون حساب دیپوزیت‌ها حساب مردمه. در حالتی وای اگر ایسا ندیده برآمدن مردم نباید فهمیده نکنه که ما اون فایده شما را پس بکنیم و چیتا سری وقت داده نمیتونیم مبلغ. در همین حال بانک ملی امروز به بانک‌های کشور تا پایان سال یک سبکی پیشنهاد کرد. بانک ملی اعلان کرد که معیار ذخیره‌های حتمی بانک‌ها را از روی پس‌اندازها با پول ملی 2% و با اسعار خارجی 4% پایین آورد. با این ترتیب بیش از 247 میلیون سومانی پول علاوه‌ای آزاد در اختیار بانک‌های تجارتی تاجیکستان قرار می‌گیرد. تشکر عبدالله. به هر حال امید می‌بندیم که این درخواست مهاجران توجیک به گوش مسئولین میرسد و البته به نوبت گرفته می‌شود.